خب ببینید بعد از اینکه تمام این حلقه ها رو رد کردید از داخل هم و بافتتون به این شکل درآمد، آخرش یه دو رج دیگه بافت داریم. خب چی کار میکنیم؟ با هر رنگی که دلتون خواست روی قلاب نختون رو گره میزنید، میاید از دونه اول که یک پایه کوتاه بود قبل از حلقه ها نختون رو وصل میکنید، یه پایه کوتاه میزنید. داخل حلقه جفت حلقه رو باید با هم بگیرید. داخل حلقه 2 تا پایه کوتاه میزنید. دوباره بین حلقه ها که این وسط یک پایه کوتاه داشتیم یک پایه کوتاه میزنید. باز بین حلقه ها 2 پایه کوتاه. بین حلقه ها 1 پایه کوتاه. داخل حلقه های آخر دوباره من 2 پایه کوتاه میزنم و دیگه رسیدم به این پایه آخر که بعد از حلقه هاست. اینجا هم 1 پایه کوتاه میزنم، یه زنجیره میزنم، کارمو برمیگردونم و حالا شروع میکنم. ببینید روی پایه اول 1 پایه کوتاه میبافم، پایه های بعدی رو شروع کنم با هم یکی میکنم، 2 تا 2 تا. ببینید پایه اول و دوم رو با هم یکی میکنم، دوباره پایه اول و دوم رو با هم یکی میکنم، دوباره پایه 1 و 2 با هم یکی میشه. رو هر کدوم دارم 1 پایه کوتاه نیمه میبافم و یکی میکنم. خب روی پایه آخرم دوباره 1 پایه خودشو میبافم. خب به این صورت آخر کارتون 2 تا رج اضافه میشه و کارتون هم جمع میشه و دیگه مرتب میشه. نگران شکافته شدن این حلقه ها هم دیگه نیستید. روی هر دو قسمت کارتون این کاری که گفتم و انجام میدید، کارتون دیگه تموم میشه. کاورا رو روی قوریتون میذارید، جاهایی که باید کوک زده بشه مشخص میکنید، کوک ها رو میزنید و حواستون باشه کوک فقط 2 تا بالا 2 تا پایین، اضافه تر نزنید. 2 تا دونه اینجا کوک میزنید، 2 تا دونه اینجا که راحت بتونید کاور رو به قوریتون بپوشونید و در بیارید هر وقت خواستید. کار کاور اینجا تموم میشه و حالا بریم برای بافت گل کاورمون. خب برای بافت گل 5 تا زنجیره میزنید، زنجیره آخر رو به اول وصل میکنید، یه حلقه تشکیل میشه. 1 زنجیره میزنم، شروع میکنم داخل حلقه به بافت پایه کوتاه به تعداد 10 تا. 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. 10 تا پایه رو که زدم بس میزنم روی پایه اول. خب ببینید بعد از اینکه 10 تا پایه کوتاه رو زدید، حالا باید توی این رج ما دوباره پایه کوتاه و پیکوت ببافیم. فقط بافتتون روی حلقه‌های جلوییه. ببینید ما هر پایه‌ای که داریم، ببینید الان این یه پایه است. خب 2 تا حلقه داره دیگه، ما همیشه بافت رو اینجوری انجام میدیم. ولی بعضی وقتا به ما میگن حلقه جلویی، یعنی فقط ما باید این حلقه رو بگیریم. ببینید فقط این حلقه. اگه گفتن حلقه پشتی، فقط حلقه عقبی رو میگیریم. الان ما میخوایم رو حلقه های جلویی بافت انجام بدیم، پس به این صورت میگیرید و بافت انجام میدید. خب اینجا 1 زنجیره میزنم، روی پایه اول حلقه جلوییشو میگیرم، 1 پایه کوتاه میزنم، 3 زنجیره که وصل میشه به لبه های پایمون و 1 پیکوت میشه. دوباره حلقه جلویی پایه بعدی رو میگیرم، 1 پایه کوتاه میبافم، 3 زنجیره میزنم، بست میزنم برای 1 پیکوت. دوباره حلقه جلویی پایه بعدی، 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره برای پیکوت. خب به همین صورت بافتم رو ادامه میدم تا انتهای رنج که 10 تا پایه کوتاه 10 تا پیکوت باید بشه.
خب ببینید 10 تا پای کوتاه و 10 تا پیکوتو که زدید نختون رو قطع کنید. دوباره همون نخ رو روی قلاب گره بزنید. میخوایم پشت کار ببافیم. ببینید کارتون رو که برمیگردید میبینید یه حالت برجسته افتاده. این به خاطر اینه که ما رو حلقای جلویی بافتیم. اینا حلقای پشتی مونه که این پشت مونده. روی یکی از این حلقای پشتی نختون رو وصل میکنید، یک پای کوتاه میزنید. خب پای کوتاه که زدید 15 زنجیره باید بزنید. 15 زنجیرمو زدم. دوباره توی همون پایه یک پای کوتاه دیگه میبافم. حالا میرم روی پایه بعدی، یک پای کوتاه میبافم. دوباره میرم روی پایه بعدی، یک پای کوتاه، 15 زنجیره، یک پای کوتاه. یعنی یکی در میون شما باید تو یک پایه 15 زنجیره یک پایه ببافید، تو پایه بعدی یک پایه تکی میبافید، تو پایه بعدی دوباره همین باف رو تکرار میکنید که انتهای رنج 5 تا حلقه 15 زنجیره اینطوری باید داشته باشید. خب ببینید بعد از اینکه حلقه هامون 5 تاش تشکیل شد، حالا شروع میکنیم آخرین حلقه رو که بافتید بست میزنید رو پای کوتاه اول. حالا از داخل حلقه اول شروع میکنید به بافت پای بلند به تعداد 10 تا. این رنج دیگه رنج ساده ایه، همش بافت پای بلنده. فقط سر هر گل که میرسیم، هر گل برگ که میرسیم باید یه دونه پیکوت ستایی بزنیم که الان بهتون نشون میدم چیکار کنید و دیگه بافت گلمون تموم میشه. خب ببینیم چند تا شد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. خب 10 تا پایه که زدید 3 تا زنجیره میزنید و وصل میکنید به لبه های پای بلندتون. این میشه یک پیکوت. دوباره 10 تا پای بلند دیگه تو همین حلقه میزنید. پس تو هر حلقه 10 پای بلند یک پیکوت، 10 پای بلند و 10 پای بلند بعدی رو میزنم. میگم برای این وسط چی کار کنید. خب ببینید 10 تا پای بلند بعدی رو هم بافتم. بعد میاید اینجا بین حلقه ها که یک پای کوتاه داشتیم روی این پای کوتاه یک بست میزنید. خب بستو که زدید دوباره شروع کنید توی حلقه بعدی 10 پای بلند، یک پیکوت، 10 پای بلند. بافتتون به این صورت میشه. 5 گل برگ این شکلی باید بیفته. بعد از اینکه کارتون تموم شد نخو قطع میکنید. این گل اصلا نیازی نیست که به کاورتون وصل بشه. کاور رو جداگانه میپوشونید به قوری و این گل فقط روی کاور رو در قوری قرار میگیره. ببینید فقط به این صورت روی در قوری میذارید برای اینکه زیبایی داشته باشه و در قوری هم مشخص نباشه و هر وقت هم خواستید راحت برش میدارید و به همین راحتی دیگه میگم نصب کردن نمیخواد، نباید بدوزیدش روی کاورتون. فقط جداگانه استفاده میشه که دیگه بالای قوری هم پوشونده بشه. اگه در قوریتون مثل قوری من یه مقدار بزرگتره یا کشیده تره میتونید با کاموای ضخیم‌تری بافت انجام بدید که کامل بپوشونه، که البته اینم تقریبا پوشونده کار منو. ولی باز میخواید گلتون بزرگتر بشه میتونید با کاموای ضخیم‌تر این کار رو انجام بدید. و اینجا آموزش ما به پایان میرسه. امیدوارم که ببافید و استفاده کنید و اگه هنوز پست رو لایک نکردید، آموزش رو تا اینجا دیدید، ممنون میشم که لایک کنید و حمایت کنید که دوستانتون هم پیج ما رو پیدا کنن، بتونن از آموزش ها استفاده کنن. ممنونم که همیشه با من همراهید و خدا نگهدارتون.